من باید بروم. مواظب باش پسرم. خداحافظ. به سلامت پسر جان. من برمیگردم، قول میدم. خداحافظ عزیزم. از کابل بیرون شدم با یک کوله کوچک و دلی پر از امید که زیر سنگینی واقعیت ادا آرام آرام خسته میشد. زنجیره از مرزها، سرما، گرسنگی و شب‌های که انگار تمام نمی‌شدند. هر قدمش یک جنگ بود، جنگ با خستگی، ترس و دلتنگی. گاهی می ایستادم و به عقب نگاه می کردم به جایی که دیگر بر نمی گشت. اما چیزی درونم می گفت باید ادامه بدی. وقتی رسیدم نه خوشی بود نه جشن. فقط سکوت یک آدمی که از خیلی چیزها گذشته بود. تا به یک جای دور برسم، اما خودم رو در مسیر جا گذاشتم. اما باید می ساختم و ادامه می دادم. برای فامیلم، برای آینده.